برادران عزیزم، فردا 5 اکتبر در کشور ما روزی زبان تاجیکی تجلیل می شود که به شبهه یکی از مهمترین جشنهای ملی و دولتی ماست. زیرا برای ملت ما زبان نه تنها واسطه گفتار و معاشرت است، بلکه یک عنصر بنیادی است که خود هویت ملی ما بر محور آن بنیاد شده است و خود بقای ملی ما بر پایه آن تأمین گشته است. زبان واقعا بهترین نعمت است که خداوند جل و علا برای انسانیت ارزانی داشت، آن را واسطه معاشرت انسانها قرار داده است. چنانه که خداوند جل و علا در قرآن سوره ابراهیم آیت 4 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. به نام خداوند به نهایت مهربان و نهایت با رحم. خداوند جل و علا می‌فرماید: ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا بتواند پیام الهی را برایشان بیان کند. الله جل و علا هر کسی را که بخواهد به عدالت خویش گمراه می سازد و به فضل خویش هر کسی را که بخواهد هدایت می کند و او شکست ناپذیری حکیم است. ببینید که خداوند جل و علا میگوید که ما از هر قوم پیامبری که با زبان آنها، از ملت خود آنها، مردمی از بین آنها رو ما انتخاب میکنیم، آنها را فرستادیم پیامبرانمان را تا اینکه حقیقت را بر آنها بیان کنند. همه مکتب‌های علمی و سیاسی محض زبان را یکی از علامت‌های اساسی ملت می‌دانند و آن را عامل اصلی بودن و اعتراف شدن هستی یک ملت الهیده می‌شمارند. از این رو با از بین رفتن زبان ملت نیز از بین می‌رود. طور پیشوای ملت در این باره کاملا درست قید نمودند که عمر ملت به عمر زبان وابسته است، یعنی بقای زبان بقای ملت است. این حقیقت تاریخ خلق ما بسیار موافقت میکند، زیرا تاجیکان در مرحله‌های گوناگون تاریخی خود محض بر محور زبانی خود متحد گشته در همه دوره‌ها با این علامت‌های اساسی خود شناخته شدند. حتی در دوره‌هایی که تاجیکان با قوم و ملت‌های دیگر در ترکیب یک دولت و یک خلافت و یک امارات و یک خانگری در اتحاد به سر بردند، همیشه با مستقلی زبان خود از دیگران فرق داشتند. در حقیقت باعث افتخار است که امروز رئیس جمهورهای دولت‌های ابرقدرت با زبان تاجیکی ناب شعر میگویند. در اسلام چقدر خدمت‌های زیادی بزرگان ما، پدران ما در این دین کردند، چنان خدمت‌هایی کردند. اگر بعد از قرآن رو ببینیم، کتاب‌های حدیث، از کتاب‌های حدیث تقریباً همش امامانی که حدیث را روایت کردن از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و این دین را از خرافات و از زیاده‌روی‌ها و از بیرونه حفظ کردند با حدیث‌های صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. تمامشون نویسندگان و جمع آوردگان آنها همه از ملت ما برادران عزیز است، از ملت تاجیک بودند. ابن سینا، مولانا، امروز دیگر قومیت ها کوشش میکنند که این بزرگان را از خود کنند، یعنی گویند که اینها در سرزمین ما زندگی کردند، در اینجا دفن شدند. مولانا از ما است میگویند. بگذار مولانا از همه باشد، استفاده نیکی از او کرده باشند تمام مسلمان ها و تمام انسانیت. پس باید ما گذشتگان خود را بشناسیم و فخر کردن به گذشتگان به تنهایی یگان هیچ سود
به هیچ ملت نه آورده است و به ما هم نمیآورد. در برابر دانستن باید کوشش و مهنت و زحمت بکشیم تا اینکه یک فرزندان شایسته بزرگان خود باشیم. وقتی با برادران قرقیز و اویغور در یک کنفرانس یک جا بودیم، یکی از آنها گفت که ما نماز نیت میکنیم و صحبت دوام یافت. یکی از آنها گفت که اویغور است و دیگری قرقیز به زبان تاجیکی نیت نمازشان را میکنم. نیت کردم بگذارم 2 رکعت نمازی فرض جمعه، با اون رو ترجمه میکند و بعد میفهمد. یعنی استادانی از این ملت بودن که در تمام قوم و در تمام سرزمین ها برای این دین، برای این تمام مردم خدمت های شایسته داشتن. پس زبان رو باید از آلودگی ها باید حفظ کرد. این است که امروز هم علامت های از نماز تاجیکی باقی مانده است، مثل نیت کردن بگذارم 2 رکعت نماز بامداد. در بین تاجیکان نمازهای اسلامی نیست، چون در عربی نماز بامداد رو نمازی چی میگویند؟ فجر. اما مردم خودمان نماز بامداد مشهور است. و البته اوج این مبارزه های ملی و زبان خلقی ما در شاهنامه فردوسی تجلیل یافته است. این اثر جاویدانه هم با قدرت و عظمت زبانی و هم با حجم و فراگیری کلمه ها و هم با اوج هنری بیان و هم با روح و پیام ملی خود به همه بحث ها و شبهه ها در باره قدرت و بزرگی زبان تاجیک و تمدن نقطه گذاشت. خود فردوسی نیز ماهیت این رسالت و محض به واسطه زبان انجام شدن آن را دقیقاً اشاره کرده است. بس رنج بردم بدین سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. در حقیقت اگر 30 سال پیش بیا بگذار 100 سال پیش اگر کسی میگفت که به زبان تاجیکی ملت تاجیک آزادانه صحبت میکند، دعوت میکند، در منبرهای بین المللی و سازمان ملل متحد با زبان ناب تاجیکی صحبت میشود، گذشتگان ما باور نمیکردند. چقدر قربانی ها دادند، چقدر شهیدها برای این ملت است، برای بقا و زنده ماندن این ملت و این زبان. از این رو وقتی که امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پیشوا معظم ملت ما از منبر سازمان ملل متحد با زبان تاجیکی سخن میگویند، گویا خود رودکی و فردوسی و خود عینی و ترسونزاده پشت این منبر ایستاده باشند و گویا هر یک تاجیکی صاحب زبان آنجا ایستاده است. آن لحظه های عملی شدن آرمان های 10 نسل آرمانی ما، لحظه های تنتنوی عدالت تاریخی نسبت این ملت و این زبان است. تو همین نزدیکی ها نمیگذاشتم که نام ها تو حتی فرق میکرد. در او یک قسمت نشانه بیگانه تباری در او دیده میشد. محض با اراده قطعی امام علی رحمان و زیر رهبری او زبان ما جایگاهی واقعی، رسمی و دولتی خود را باز یافت. محض با تلاش های او زبان تاجیکی دوباره با زبان حاکم و زبان واقعی اداره، کارگزاری علم، تحقیقات، دولت و قدرت تبدیل گشت. محض در همین روند کاربرد زبان تاجیکی از حاشیه، از محیط ادبی و مطبوعاتی به درون محیط سیاسی و دولتداری آورده شد. همین طور امروز زبان ما با پشتیبانی قطعی حقوقی، سیاسی، اقتصادی، جمعیتی، رسمی و دولتی تأمین گشته است. پس زبان ما نعمتی از جانب پروردگار جل و علا هست، آن را از آلودگی ها حفظ نماییم. ما هفته گذشته 3 عمل را گفته بودیم که رفع بلا و جلب تمام برکات می شود. رفع تمام بلاهای وباهای فراگیر می شود، یعنی همه بلاها را دور می کند و تمام برکات و نیکی ها و از همه مهم رازگی پروردگار جل و علا را به بار می آورد. و گفتیم باز تکرار هم شود،
خداوند جل و علا در سوره هود آیه 117 میفرماید: و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. خداوند جل و علا بالای هیچ قوم و هیچ ملت و هیچ مردم عذابی فراگیر نمیفرستد اگر در بین آنها انسانهای مصلح، انسانهای نصیحتگر، انسانهای نکوکار، انسانهای خیرخواه برای خود، برای مردم، برای فرزندان و برای تمام ملت باشد. یعنی باید همه ما و شما نصیحت کردن را یک وظیفه یک امام، وظیفه یک خطیب یا وظیفه یک معلم به تنهایی ندانیم، بلکه این وظیفه تمام امت است. برادران عزیزم، هر یک انسان مسئول است و پرسیده می شود، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک از شما از زیر دستانتون، از خانواده‌تون پرسیده میشه. وقتی که بر گناه، بر فحشا، بر دروغ، بر غیبت، بر فتنه ها اگر ما به توجهی کردیم و گفتیم این فرزندی من نیست، من به چی کار دارم، به من چی، اگر همین طور به توجهی کردن گرفتیم، خداوند جل و علا بالای ما عذاب ها میاره. گذشتگان ما نصیحتی نیکی داشتن: بچه جان ابول است نکنید، همین نصیحت را از خود دور نکنید. اگر فرزندی شما نیست، در پیش شما اگر یک خطایی کرد، خداوند جل و علا شما را میپرسد: آیا نصیحت کردید؟ آیا راهنمایی کردید؟ آیا او را از راهی بد گردانیدید یا اینکه نه؟ اگر یک انسانی را ببینیم که در علم، در اخلاق، در تربیتش کاستگی دارد، پیش از همه گناه پدر و مادرش، گناه جمعیت و گناه معلمانش است. برای اینکه انسان را سه گروه تربیت و به اخلاق نکو میرسند. یکی از آنها خانواده و والدین است، دویمش مکتب، دانشگاه، معلمان هستند و سوم تمام جامعه. من فرزند خودم در کار دارم، تنها فرزند خودم کار میگیرم، بعد دیگرها کار نگیرم گویم، حتما فرزند شما بیرون میبراید، کوچه میبراید. وقتی فرزند رو اصلاح کردیم، همه نصیحت کردیم، در کوچه نصیحت کردیم، در ناحیه ها، در هر جایی که یک انسانی را دیدیم اگر به کار خطایی دست میزند نصیحت کردیم، به توجه نبودیم، ان شاء الله اجر و پاداش زیادی و برکات زیادی نصیب ما میشود و آفات و بلاها از ما دور میگردد. و دویمین: و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. خداوند جل و علا میگه: ای محمد صلی الله علیه و سلم، ما هیچ گروه و هیچ ملت و هیچ قوم و هیچ مردمی را بالای آنها عذابی فراگیر نمیاریم اگر تو ای محمد در بین آنها باش. هرچند که پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در بین ما جسما نیست، اما زندگی نامه او، سنت های او، احادیث او، اخلاق او، تربیه او در بین ما هست. باید به سنت های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنگ بزنیم و آنها را عملی کنیم که قرآن و سنت های پیامبر انسان را خوش اخلاق میکند، نکوکار میکند، خوش گفتار میکند. و سیوم: و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خداوند جل و علا میگوید ما هیچ ملت و هیچ قوم و هیچ مردمی را عذابی فراگیر نمیاریم بالای آنها اگر آنها استغفار و طلب آمرزش و توبه به سوی پروردگار جل و علا داشته باشند. استغفار کنید. استغفار سبب برکت در رزق و روزی، در فرزندان، در مال میشود. یکی از عالمان و بزرگان نشسته بود، یک انسانی آمد و شکایت کرد. یک دهقانی آمد گفته: امام، زمین های زیادی دارم اما قحطی آمده است، بی‌بارانی آمده است، همه خشکسالی آمده است، هیچ حاصلی گرفتن نمیتوانم، دعا کن. گفت: استغفار بگو، امید از پروردگار جل و علا هست که خداوند جل و علا باران رحمتش رو فراگیر میکند و همه زمین های خشک شده زنده میگردند و فراوانی ها می آید. و یک زنی آمد و شکایت کرد: ای امام، در حق من دعا کن، چند سالهای زیاد است که زندگی دارم، همسر دارم اما فرزنددار نمیشوم، چقدر توبت ها گرفتم. حضرت امام گفتن که استغفار کن، استغفار بگو، استغفر الله بگو، طلب آمرزش بخواه از خداوند جل و علا که خداوند به تو فرزندان صالح سالم نصیب میگرداند در عوضش. و یک انسان آمد از فقر و ناتوانی
نزد امام گریان شد، گفت چنان فقیرم، چنان نادارم که نمیدونم دیگر دست به چی کاری زنم. حضرت امام گفتن که استغفار بگو. و شاگردان گفتن ای امام، در اینجا سه مطلب بود. یکی دهقانی که زمینش همه خشک شده بود و زنی که فرزند نمیافت، و سومین انسانی که فقیر بود. همه یک جواب دادید شما. میگوید که این جواب من نیست، بلکه خداوند جل و علا در سوره نوح میفرماید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. به سوی پروردگارتون استغفار و طلب مغفرت و آمرزش بخواهید، به درستی که او بسیار بخشنده و آمرزنده است. یرسل السماء علیکم مدرارا. به سبب استغفارتون خداوند بالای شما باران رحمتش را فراگیر میکند، زمینهای خشک شده شما را زنده میگرداند. و یمددکم باموال و بنین. و شما را بر فرزندانتون و مالتون برکت میدهد. وجعلناکم جنات و جعلناکم انهارا. و به سبب استغفار برای شما جنت ها، باغ های در جنت که زیر درختان آنها نهرها جاری است به شما نصیب میگردند. پس استغفاری نه که با زبان تنها باشه، استغفاری که زبان با دل و روح یک جا باشد. هر انسانی در تنهایی با خدای خود مناجات کند و دست بردارد و بگوید بعد از حمد، بعد از ستایش، بعد از شکر صفتهای پروردگار جل و علا را ذکر کند، یادآوری کند، خداوند را با صفتها و نامهای زیبایش صدا بزند و بخواند ای بخشنده، اگر گناهان ما را ای پروردگار یکی از بندگانت ببینند یا نزدیکترین انسان ما ببیند، دیگر نفرتش میآید که به ما نگاه کند. اما تو چنان پروردگار، چنان بزرگی که همه گناهان ما را عفو کردی، ما را پوشاندی و ستر کردی، گناهان ما را پوشاندی پروردگار. ببینیم انسان اگر 80 سال گناه کند، یک بار دست بردارد و آمرزش بخواهد و طلب مغفرت بکند و توبه کند، خداوند تمام گناهانش را می‌آمرزد. اما انسان که ضعیف است و یک انسان 50 سال خوبی کنی، اگر یک روز ناخواسته یک بدیت برسد، بر خداوند سوگند 50 ساله خدمتت را نگاه نمی‌کند و تو را نمی‌بخشد. انسان همین است، انسان ضعیف است. اما ما پروردگاری داریم که میگوید ای فرزند آدم، اگر گناهان تو به اندازه زمین و آسمان ها باشد، اگر گناهان تو به مانندی موجهای بحرهای دنیا باشد، من تو را می آموزم ولا ابالی، و هیچ پروایی ندارم. به سوی پروردگار باز بگردیم، توبه کنیم و دعا کنیم برای خود، برای فرزندان خود، برای مسلمانان مظلوم، برای وطن محبوبمون، برای امن و امنیت و ثبات این ملت و این سرزمین و تمامی سرزمین های مسلمان دعای نیک کنیم. و در اخیر دعا میکنم که خداوند جل و علا همه این دست برداشتگان را عمری درازی مبارک با برکت نصیب کند. همه ما و شما را از تمام آفات و بلاها در پناه اسمت خویشش نگهبان باشد. پروردگارا کامیابی ها و سعادتمندی های دنیا و آخرت نصیب بفرما. پروردگارا برادران و جوانان ما که غیرت کردند و در مرزها رفتند و ایستادند و این وطن و این ملت و این سرزمین و مادر و همه ما و شما را حمایه و حفظ میکنند، پروردگارا همه این جوانان و فرزندان ما را در حفظ و پناهت نگهبان باش. آنها را پروردگارا با سر بلند و عزتمند و سالم بعد از خدمت‌های شایسته به خانه بر بگردان. پروردگارا برادران و خواهران ما که در مهاجرت مهنتی هستند، پروردگارا در حفظ و پناهت نگهبانشان باش. آنها را عزتمند و دستپر و عزتمند به خانه بر بگردان. پروردگارا این ملتی سربلند و دین دوستی تاجیک را در حفظ و پناهت نگهبان باش، از تمام فتنه ها و بلاها نگهبان باش. پیشروی این ملت و این دولت را، پیشروی دینی و دنیویش را همیشگی بگردان. عاقبت و آخرت همه ما را نیک کن. پروردگار از نام همه ما به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم
درود و صلوات و برکات زیاد برسان و پروردگارا شفاعتش را نصیب ما بگردان و عاقبت و آخرت همه ما را نیک کن. پروردگارا ما را در حالی بگیر که در زبان ما کلمه شهادت باشد یا عمل صالح انجام داده باشیم که تو از ما خوشنود باشی. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.